سلام دکتر سید. چند سوال دارم. سلام فرمایید. چرا آب سرد میخوریم دندانهایمان درد میکنه؟ چون کمخوردگی و پوسیدگی دندان به عصب رسیده و نیاز به درمان ریشه یا عصب کشی دندان دارد. راست است که شستشوی دندان به دندانها ضرر دارد؟ نه خیر، شستشوی دندان ها نه تنها که ضرر نداره بلکه فایده هم داره. چی نوع برس دندان به شما پیشنهاد میکنید؟ نرم، متوسط؟ برس دندان که استفاده میکنین معمولا باید نرم استفاده کنین، ولی در جریان یک هفته یک بار از برس دندان متوسط هم میتونین استفاده کنین. وقتی که شیرینی میخوریم چرا دندانهایمان درد میکنه؟ چون دندان هایتان پوسیدگی یا کمخوردگی فعال داره و باید پرکاری یا ترمیم شود. من تا الان از دکتر دندان نرفتم، یعنی اینکه دندانهایم سالم است؟ نه خیر، چون تخریب دندان یا پوسیدگی دندان همیشه همراه با درد و حساسیت نیست. پس شما باید سال یک بار یا 6 ماه بر چکاپ دندانهایتان نزد دکتر مراجعه کنید. دوستان عزیز، نکات کشتر مراد نمایید و تلاش کنید هر 6 ماه یا حداقل هر 1 سال یک بار به خاطر چکاپ دندانهایتان نزد دکتر دندان مراجعه نموده تا از مشکلات دندانهایتان آگاه شوید.